بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان آیات سوره مبارکه کهف رو ادامه دادیم در جزء 15 از کلام الله مجید در صفحات پایانی جزء 15 از کلام الله مجید و اشاره کردیم که آنچه که معروف است در بین مفسرین آیه 19 از سوره مبارکه کهف کلمه‌ای در خود داره که ولیتلطف هست و گفته میشه که این کلمه وسط قرآن کریم هست از لحاظ شمارش کلمات قبل و بعدش، و باز گفته شده که تای 2 نقطه در این کلمه هم حرف وسط قرآن کریم هست. با این حساب ما نیمه اول قرآن کریم را از لحاظ تعداد کلمات و تعداد جملاتش به پایان رسوندیم و در نیمه دوم قرار داریم، هرچند که از لحاظ تقسیم جزءهای کلام الله مجید هنوز ما جزء 15 رو به اتمام نرسونیم و جزء 16 رو آغاز نکردیم که انشاءالله در 2-3 برنامه آینده این اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله جزء 16 رو هم بیاری الله متعال آغاز خواهیم کرد. در سوره مبارکه کهف به همراه شما عزیزان همراه شدیم با یاران کهف، اصحاب کهف، حکایت اونها را از خلال آیات عظیم کلام الله متعال بررسی کردیم، درس هایی که در این آیات بود و عجایب او رو دیدیم و با هم رفتیم در دم غار اونها و از چگونگی طلوع آفتاب و غروب آفتاب و چگونه در غار این افراد خورشید طلوع میکرد و یا غروب میکرد خبردار شدیم. همچنین از حالت اونها که خواب بودند با چشمانی باز و الله متعال اونها رو از پهلوی راست به پهلوی چپ و از پهلوی چپ به پهلوی راست منتقل میکرد در طول بیش از 10,000 روز. بیش از 10,000 روز گذشت، 300 سال و اصحاب کهف خواب بودند و به همراه اونها سگشون نیز در دم غار داخل غار خوابیده بود. بعد از 300 سال بیدار شدند، از یکدیگر پرسیدند چقدر خوابیدیم و گمان نمی کردن که 300 سال خوابیده باشن، بلکه حتی گمان نمی کردن بیشتر از 1 روز خوابیده باشن. هیچ اثری از تغییر و تبدیل در وجودشون نمی یافتن. گفتن الله آگاه تر است به حال ما. فرستادن یکی از خود رو به دنبال توشه‌ای غذایی تا مقداری تناول بکنن. اولین غذای اونها بعد از 300 سال و اون شخص رفت با چند سکه نقره‌ای وارد شهر شد. تأکید کردن مواظب باش، ولیتلطف، به هوش باش، حواس جمع باشه و کاری نکنی که دشمن رو خبر بکنی. اون شخص خارج شد و رفت. عجایبی رو دید که باور نمی‌کرد. 300 سال گذشته بود، شهر جدیدی بود. اون شهر گذشته انسان‌های جدید، فرهنگ جدید، تغییر و تحولات جدید، سکه هایی که دیگه جزء آثار باستانی و تاریخی حساب میشد به دستش بود. مردم به او شک کردن که گنجی پیدا کرده و او رو به پیش امیرشون بردن و سرانجام اون حکایت رو بازگو کرد و فهمیدن که اینها همون افرادی هستن که 3 قرن گذشته گم شده بودن و صحبت اونها در 300 سال گذشته پیوسته ادامه داشت و قصه اونها. بعد از اون این عده رفتن داخل غار و از الله متعال خواستن تا به اونها مرگ بده و همونجا فوت کردن و بعد از اینکه فوت کردن همونجا در داخل غار قبرستان اونها شد و الله متعال فرمود که درسی شد این حکایت برای قوم اونها، قوم بعد اونها، یعنی 3 نسل بعدشون، 3 قرن بعدی که اینها بیدار شده بودن. اونها با هم در اون لحظه بیداری قوم اونها اختلاف داشتن در موضوع قیامت
و برای اونها واضح و آشکار شد که الله متعال وقتی میتونه 300 سال کسی رو در خواب نگه داره، قادر هست که اونها رو دوباره انسانها رو زنده بکنه با جسم و روح در روز قیامت. الله متعال اشاره فرمود در آیه 22 درباره اینکه برخی خواهند گفت 3 نفر بودن، 4می سگ اونها بود، و برخی خواهند گفت که 5 نفر بودن، 6می سگ اونها بود. و این افراد از روی غیب یک چیزی گفتن. این تعبیر رو در آیه 22 این گونه داشتیم که الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقولون 3 رابعهم کلبهم و یقولون 5 سادسهم کلبهم رجما بالغیب. میگویند به زودی خواهند گفت یک عده‌ای که 3 نفر بودن، اونها 4می اونها سگ اونها بود، و میگویند 5 سادسهم کلبهم 5 نفر بودن، 6می اونها سگ اونها بود، رجما بالغیب. همینطور تیری در تاریکی پرتاب کردن، بدون علم سخن میگویند کسانی که میگن 3 نفر بودن، 4می سگشان، یا میگویند 5 نفر و 6می سگشان. با یقولون عده دیگری میگویند 7 و 8 کلبهم 7 نفر بودن و 8می اونها سگ اونها بود. و اینجا الله متعال نفرمود که این گروه سوم که گفتن 7 نفر بودن و 8می اونها سگ اونها، که اینها از روی غیب سخن گفتن، و این قول راجح تر است که تعدادشون 7 نفر بود و 8می سگ اونها. قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. بگو پروردگار من آگاه تر است به تعداد آنها، ما یعلمهم تعداد آنها را نمیدانند مگر عده اندکی. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. پس با آنها مجادله نکن. فلا تمار فیهم مجادله نکن فیهم در باره تعداد آنها الا مراء ظاهرا، مگر گفتگو و مجادله ای که با حجت و بینه باشه. ولا تستفت فیهم منهم احدا. و طلب فتوا نکن و طلب آگاهی نکن فیهم درباره اینها، منهم از یهودیان، از اهل کتاب، احدا هیچ کسی رو نیاز نیست درباره این موضوع با اونها بحث بکنه. الله متعال در این آیه اشاره فرمود که به ما در خلال این محتوا که تعدادشون مهم نبود، تعدادشون مهم نیست که چند نفر بودن، همونطور که نامهای اونها ذکر نشد، همونطور که حتی مکان زندگی اونها هم ذکر نشد و الله متعال ذکر نکرد برای ما که اینها چه کسانی بودند، چند نفر بودند، کجا بودند، به صورت دقیق مشخص نشد. اما چیزی که مهم بود این بود که اینها چرا رفتن و قصر رو ترک کردن و به غار رفتن به خاطر ایمان و توحید و دینشون. و اینها توکل به الله داشتن و اینها انسانهایی بودن که اعتماد کردن به الله و الله تعالی هم اونها رو کمک کرد. و این حکایت ادامه خواهد داشت. الله متعال اگر کسی به او توکل بکنه حتی قوانین خود رو تغییر خواهد داد و زمین و زمان رو تغییر خواهد داد تا بندگان خاص خود رو حفظ بکنه. و اینها درس هایی بود به همراه نکات بیشتری که در آیات ابتدایی تا این آیه 22 درباره اصحاب کهف ما داشتیم. حکایت این اصحاب کهف وقتی که برای یهودیان گفته شد، ادامه آیه دیگری است که اشاره داره به یک نکته تربیتی. وقتی که مشرکین مکه رفتن و پیش یهودیان از اونها طلب کمک کردن تا چه کنیم که محمد علیه السلام رو لاجواب کنیم، اونها گفته بودن 3 سوال بپرسید که یکی از اون سوالها روح بود. روح چیست؟ و در سوره اسراء پاسخ او رو داریم. و 2 سوال دیگر که در این سوره پاسخ داده شد، یکی اون کسانی که رفتن، جوانانی که در زمانه گم شدند، و سوال دیگرشون مراد اصحاب کهف بود، و سوال دیگرشون درباره پادشاه عادلی که بر شرق و غرب زمین حکومت میکرد که در پایان سوره ذکر میشه، ذوالقرنین. رسول الله علیه السلام بعد از این که اونها سوال پرسیدن فرمودن که فردا پاسخ خواهم داد با اعتماد به علم الله متعال و وحی الهی که الله متعال علمش بر همه چی احاطه داره و وحی خواهد کرد. اما این فردا 15 روز طول کشید
و 2 هفته به تأخیر افتاد، بیش از 2 هفته پاسخ داده نشد و مقداری حالت اضطراب پیش آمد. حتی یهودیان و بلکه مشرکین می آمدن و نیش زخمهایی هم می زدن به برخی از مسلمین که چه شد؟ صاحب شما و سردار شما لاجواب مان، چرا پاسخ نمی دهد؟ بعد از اون این آیات که نازل شد، در آیه 23 الله متعال تذکری داد به پیامبرش و به کل این امت که وقتی از آینده صحبت میکنن چگونه صحبت کنن. در خلال داستان اصحاب کهف در آیه 23 فرمود ولا تقولن لشیء، و اینگونه نباشه که بگویید لشیء با تاکید، ولا تقولن، و نگویید با تاکید زیاد، لشیء به هیچ چیزی. ای پیامبرم اینگونه نباشه، اینگونه نگو تو و اتباعت. ای پیامبر من و ای مخاطب قرآن، نگو به هیچ چیزی که انی فاعل، من انجام دهنده آن هستم، انجام دهنده هستم، انی فاعل، من انجام دهنده هستم، ذلك، اون شی رو، غدا، فردا. نگو که من این کار رو فردا انجام میدم، الا، مگر این که بگی ان یشاء الله، الا ان، مگر این که بگوی یشاء الله، مگر این که بگوی اگر خدا خواست، الا ان یشاء الله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. و هیچ وقت نگو که من انجام دهنده کاری خواهم بود فردا، مگر این که بگی ان شاء الله، اگر الله بخواهد. ای پیامبر من، وقتی که میگی من این کار رو میکنم، هر کاری، ولا تقولن لشیء، وقتی که تنوین ذکر میشه، شیء یا تنوین داره، این شیء وقتی که تنوین میاد در سیاق نهی و نفی و استفهام در لغت عرب، که اینجا نهی اومده ولا تقولن، نگید، معنای عموم میده، یعنی هر چیزی. ولا تقولن لشیء، برای هیچ کار کوچک بزرگی که اتفاق نیفتاده، توی مخاطب قرآن وقتی میخوایم اون رو انجام بدی، از فردا صحبت میکنی، میخوای قرار بگذاریم آقا من فردا میام، فردا فلان ساعت میام، امروز ساعت 10 شب میام، چند ساعت آینده، از فردا، از 2 روز بعد، از آینده که هنوز اتفاق نیفتاده، با جرأت صحبت نکن. بدون اینکه نسبت بدی او رو به مشیت الله متعال، به اراده الله متعال، صحبت نکن. نگو من این کارو میکنم، بگو اگر الله خواست من این کارو میکنم، چون تا الله نخواد هیچ کاری اتفاق نمیفته. اگر اراده الله متعال نرفته باشه این کار نخواهد شد. الا ان یشاء الله و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نمیتونید اراده‌ای داشته باشید مگر اینکه خواست شما با اراده الله متعال همراه باشه و مشیت رو در نظر بگیرید. این گونه صحبت کنید. درباره آینده هر چی صحبت میکنید بگید ان شاء الله. این یک اصله، یک درسه. حتی برای رسول صلی الله علیه و سلم که مخاطب اول این آیه و برای کل امت، هر چیزی رو ما میخوایم که انجام بدیم باید بگیم ان شاء الله، ان شاء الله، و این رو بسپاریم به مشیت الله متعال. و این خودش باور ما و اعتقاد ما و توکل ما رو نشون میده به الله متعال و ایمان ما رو، و کمک میکنه به ما در انجام کارهای ما. ان شاء الله، هر چیزی که انجام میشه بگیم ان شاء الله. لطیفه‌ای ذکر میکنن برخی از مفسرین در برخی از درس‌هاشون که فردی میخواست بره برای فروش حیوانی داشت، میخواست بره برای خرید حیوانی، میخواست بره به بازار و پول هم در جیبش بود و حرکت کرد، به سمت بازار میرفت و در بین راه دوستش اومد و گفت که کجا میری؟ گفت میرم بازار حیوانی بخرم. گفت بگو ان شاء الله. گفت ان شاء الله نمیخواد دیگه، پول آماده است، بازارم رو به روه، منم دارم میرم، بازارم پر از حیوانی که من میخوام، یکی رو میخرم میام دیگه، ان شاء الله میخواد چیکار؟ همه چی آماده است. رفت و چند لحظه‌ای گذشت، با چهره ناراحت و عبوس و اندوهگین برگشت و دست خالی، اون حیوان را نخریده بود. دوستش گفت چی شد؟ نخریدی؟ گفت دوست پول منو زد، ان شاء الله، فردا ان شاء الله
پول برمیدارم انشاءالله، میام میخرم انشاءالله. این انشاءالله دیگه اینجا فایده این نداره، باید همون اول انشاءالله گفت. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. و برای هر کاری که میخواید انجام بدید، ای مخاطبین قرآن، ای مؤمنین، هر کاری که در آینده انجام میدید بگید انشاءالله این کار رو انجام میدم. میخوای قرار بگذارید من فردا انشاءالله میام، این کار رو من 2 هفته بعد انشاءالله میرم سفر، من 3 روز بعد انشاءالله میام دیدن شما، شما فردا پس فردا فرصت شد انشاءالله تشریف بیارید. این کلمه انشاءالله رو باید در ادبیات رفتاری و گفتاریمون جا بندازیم. بعد پوزش باید خودمون رو عادت بدیم به اصطلاحات قرآنی و برنامه زندگی ما از قرآن کریم به ما یاد میده. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. پیغمبر من، ای محمد عزیز و نازنین صلی الله علیه و سلم، شما هم وقتی که به کسی وعده میدی بگو انشاءالله. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت. و یاد کن پروردگارت رو وقتی که فراموش کردی. اگر گفتی کلامت رو انشاءالله یادت رفت، انشاءالله رو بگو. واذکر ربک اذا نسیت، یاد کن پروردگارت رو وقتی که فراموش کردی. یک معنی این آیه در سیاق آیه با توجه به قبل آیه اینه که واذکر ربک اذا نسیت، وقتی انشاءالله نگفتی یادت افتاد انشاءالله نگفتی، انشاءالله رو بعدش بگو. شما صحبت کردیم گفتی که من فردا میام، یاد رفت بگی انشاءالله، مشکل نیست، هر وقت یادت افتاد بگو فردا میام انشاءالله، انشاءالله رو اضافه کن بهش. این یک معنی آیه است. واذکر ربک اذا نسیت، پروردگارت یاد کن وقتی که فراموش کردی، وقتی که یک چیز یادت رفت، از حافظت مینالی، حافظت ضعیف شده، احساس میکنی هرچی میخونی یاد نمیگیری، احساس میکنی که حافظت قبلا قوی تر بود، الان دچار ضعف حافظه شدی، میخوای حافظت تقویت بشه، میخوای که حافظت قوی بشه، میخوای که بهتر بتونی حفظ بکنی، درک بکنی، از حافظت مینالی، ناراضی، اینکه حافظه قوی نداری، حافظه خوبی نداری، راهش چیه؟ واذکر ربک اذا نسیت، وقتی چیزی رو فراموش میکنی ذکر کن الله متعال رو. ذکر الله متعال، یاد الله متعال تقویت میکنه حافظه انسان رو. عبادت ها سبب میشه تا انسان حافظه‌اش هم تقویت بشه. واتقوا الله و یعلمکم الله، در سوره مبارکه بقره 282 در پایان آیه که بزرگترین آیه قرآن کریم است، لحاظ تعداد حروفش 1 صفحه کامل هست، الله متعال فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا الله به شما علم بیاموزد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید الله متعال راه تشخیص حق از باطل رو به شما نشون میده. واذکر ربک اذا نسیت، وقتی چیزی رو فراموش میکنی ذکر کن الله متعال رو. حتی وقتی چیزی گم میشه، انسان نمیدونه چیزی رو کجا گذاشته، یادش رفته، یک دنبال یک چیزی میگرده. خیلی وقتا انسان پیش میاد برای ما داخل خونه، میریم این طرف میریم اون طرف، میگردیم دنبال یک چیزی پیداش نمیکنیم. ذکر کن، شروع کن به ذکر، استغفر الله بگو، لا اله الا الله بگو، انا لله و انا الیه راجعون بگو. اینها مواردی هستن که واذکر ربک اذا نسیت، وقتی که حافظت ضعیف شد، میخوای حافظت رو قوی بکنین، ذکر بکن. عبادت حافظه انسان رو تقویت میکنه. امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید که من به استاد خودم شکایت کردم از ضعف حافظه خودم، که حافظم ضعیف شده. یا وکی، اسم شیخشون وکی بود، استادشون. شکوت لوکی من سوء حفظی، با این تعبیر در اشعارشون که شکایت کردم به وکی از ضعف حافظه خودم. فاوصانی به ترک المعاصی، به من گفت گناهان رو ترک کن، که علم الله تعالی نوری است و نور رو الله متعال به انسان گناهکار نخواهد داد. حفظ قرآن کریم یکی از این راه است و تجربه ثابت کرده کسانی که حافظ قرآن کریمند و قرآن رو حفظ میکنن و تلاوت میکنن، اینها در پیری سابقه نداشته که کسی حافظ قرآن بوده و مستمرا تلاوت میکرده قرآنش رو، در پیری دچار فراموشی شده باشه، به اصطلاح امروزی آلزایمر گرفته باشه و بیماری فراموشی سراغش اومده باشه. امکان نداره. ذهنی که در اون نام الله متعال تکرار میشه، آیات الله متعال خونده میشه،
ذکر و یاد الله تعالی است، این ذهن هرگز ویروس نمیزنه، این ذهن از بین نمیره، این ذهن ضعیف نمیشه، اون ذهن منور به نور الله متعال، به یاد الله متعال. واذکر ربک اذا نسیت. اگر میخوای حافظت قوی بشه نیازی نیست بری سراغ این طرف دارو بگیری و قرص بگیری و فلان کنیم و تقویت حافظه. واذکر ربک اذا نسیت، یاد الله بیفت، از الله بخواد. و قل رب زدنی علما، از الله متعال بخوا. به پیامبر اکرم علیه السلام در هیچ جای قرآن کریم اشاره نشد و خواسته نشد که درباره چیزی در دنیا طلب افزونی بکنه که بار الله این رو اضافه کن برای من، مگر درباره علم. و قل رب زدنی علما، علم من رو بیفزا، از الله بخوام. همه چیز دست الله تعالی است. الله خالق مغز و حافظه ماست و اگر رابطه ما با او خوب بشه این ذهن ما فعال میشه. و تجربه هم ثابت کرده کسانی که با الله رابطه بهتری دارن، کسانی که در مدارسی که برخی کشورهای اسلامی دارن مثل حرمین شریفین، که در اون مدارس همزمان در کنار اینکه دروس مثلا دبستان و یا راهنمایی و متوسطه و دبیرستان رو میخونن، قرآن حفظ میکنن، این شاگردان تجربه ثابت کرد و دیدیم پارسال هم اعلام شد که بالاترین نمرات و معدل ها رو این جوانانی داشتن و نوجوانانی که در کنار اینکه دروس دیگر رو میخونن قرآن هم حفظ کردن. اینا هم قرآن حفظ کردن، هم دروس دیگر رو بالاترین معدل ها رو داشتن. واذکر ربک اذا نسیت. اگر میخواید بچه‌تون تقویت بشه، حافظش بهش یاد بدید قرآن خوندن رو، بگذارید قرآن حفظ بکنه، رابطه‌اش رو به الله خوب کنید. خودمون رابطه‌مون رو به الله متعال درست کنیم تا حافظمون قوی بشه. واذکر ربک اذا نسیت وقل، و بگو عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و بگو امیدوارم، امیدوارم ان یهدینی، که منو راهنمایی بفرماید، ربی پروردگار من، به آنچه که اقرب نزدیکتر است، من هذا از آنچه که من در ذهن دارم میخوام انجام بدم، رشدا در خیر و صلاح، در رشد. و قل عسى، بگو امیدوارم که پروردگار من رو هدایت بکنه به نزدیکترین راه خیر و صلاح. این ترجمه این مصطلحش. از الله متعال بخوا. و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. هر جایی که تصمیمی گرفتی این دعا رو بخون. بگو عسى ربی ان یهدینی لاقرب من هذا رشدا. امیدوارم که الله متعال من رو به راهی نزدیکتر از اون چیزی که در ذهن من است و سودمندتر از اون چیزی که خیر و صلاحش بیشتره راهنمایی بکنه و رهنمون بسازه. توکل کن به الله تعالی و از الله تعالی بخواه که الله تعالی تو رو به بهترین راه رهنمون بکنه. بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. واذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و ماندن. اینجا باز حکایت باز میگرده به موضوع پاسخ اصحاب کهف بعد از اینکه تذکر داده شد به رسول علیه السلام و ما پیروان ایشان که در هر کاری توکل کنیم به الله و بگیم ان شاء الله آنچه میخواهیم انجام بدیم. و توصیه کرد الله متعال ما رو به تقویت حافظه و فراموش نکردن و اینکه از الله بهترین رو بخوایم. فرمود ولبثوا. الان اینجا الله متعال اشاره می‌فرماید به تعداد سالهایی که اینها در غار ماندن در پایان داستان. ولبثوا و ماندن فی کهفهم در غارشان 300 سال. 300 یعنی 3، 100 یعنی 100، 300 سال، 300 سال یعنی 300 سال. 300 سال، 100 سنین سالها، 100 سنین، 300 سنین، 300 سال. وازدادوا 9. و همچنین بیفزایید بر او. وازدادوا افزودند 9 سال دیگر هم. 300 سال ماندن و افزودن 9 سال دیگر. این تعبیر در این آیه تعبیر عجیبی است. چرا الله متعال حکمت چه بود که نفرمود 309 سال؟ تونست بفرماید 309 سنین. شبیه این تعبیر 309 سال.
300 سال ماندن و افزودن بر او 9 سال و از 10 9. خیلی ها فکر میکنن که اصحاب کهف در غار 309 سال ماندن و این گونه ترجمه میکنن که ماندن 300 سال و افزودن 9 سال، پس شد 309 سال. اما الله متعال نفرمود 309 سال ماندن، فرمود 300 سال ماندن و 9 سال هم افزودن. 300 سال ماندن به حساب سال شمسی. سال شمسی ما حساب و کتاب سال ما یک سال شمسی داریم که میلادی هم شبیه اونه و یک سال قمری داریم. سال قمری و سال شمسی با هم یک تفاوت دارن. سال شمسی به مدت زمانی که کره زمین طول میکشه تا یک دور کامل بزنه دور خورشید، اینو میگن سال شمسی. 356 روز و چند ساعت. و سال قمری به مدت زمانی گفته میشه که ماه طول میکشه تا دور خورشید بچرخه. تفاوت سال شمسی و سال قمری 10 روزه. سال قمری 10 روز کوتاه‌تره و کوچکتره، تعداد روزاش کمتره از سال شمسی. سال شمسی 365 روزه و سال قمری 355 روزه. 355 روز. حالا در تفاصیلش نمیخوایم وارد بشیم. و سال قمری بر مبنای تقسیمش بر مبنای تعداد ماها، روزهای ماها ضرب در 12 میشه، اما سال شمسی تعداد روزهای سال تقسیم بر 12 میشه. اون از اون طرف میاد، این از این طرف میره. خلاصه کلام این که تفاوت سال شمسی و قمری 10 روزه. سال قمری 10 روز کوتاه‌تره. و همین خاطر ما میبینیم که در الان تاریخ هجری شمسی و هجری قمری با اینکه مبدأ هر دو تا یک چیزه، هجرت رسول الله علیه السلام از مکه مکرمه به مدینه منوره، به این خاطر میگن تاریخ هجری، از اون لحظه تا به امروز 1396 سال شمسی گذشته و 1439 سال قمری. به همین خاطر چون ماهای قمری 10 روز کوتاه‌تره، تعداد سالهاش بیشتر شده. 300 سال شمسی میشه 309 سال قمری. 300 سال شمسی، اگر این 300 سالی که اینها در غار ماندن به حساب به حساب سال شمسی که یهودیانی که سوال پرسیده بودن تاریخ اونها هم شمسی بود و الله متعال بر مبنای تاریخ اونها پاسخ داد، اول 300 سال به حساب اونها سال شمسی، و چون عرب قریش سالش قمری بود و اینا سال شمسی نداشتن، به حساب عرب قریش وزدادوا 9 9 سال اضافه میشه به تقویمشون اگر بخوان به حساب خودشون حساب کنن. سال شمسی میشه 300 سال. سال قمری اگر حساب بکنیم 300 تا 10 روز اضافه داریم، میشه 3000 روز. و این 3000 روز رو باز دوباره اگه تقسیم بره 355 روز بکنیم، چیزی معادل 9 سال میشه. به همین خاطر الله متعال فرمود 300 سال ماندن و 9 سال هم افزودن. این حساب به حساب ماهای قمری، سال قمری میشه 309 سال و سال شمسی میشه 300 سال. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. و ماندن در غارشان 300 سال و ازدادوا 9 و افزودن 9 سال دیگر. این آیه از اعجاز قرآن کریم هست که قرآن کریم چقدر با دقت بیان می‌فرماید و این حساب کتاب رو 1400 سال پیش، قبل از اینکه این حساب کتاب‌های نجومی رو ما دانشمندان کشف بکنن و به دست ما برسه، الله متعال برای ما بیان فرمود. حساب کهف 300 سال در غارشون موندن به حساب سال شمسی و 309 سال به حساب سال قمری در غارشون بودن. اگر خب حالا یکی از اهل کتاب آمد و گفت نخیر، ما در تورات و انجیل داریم، در فلان کتاب و فلان کتاب داریم که اینها کمتر یا بیشتر ماندن، و اینها بگو قل الله اعلم بما لبثوا.
بگو الله متعال آگاهتر است با آنچه که ماندن. اگر کسی درباره اینکه چند سال اینها در غار ماندن با تو بحث کرد، بگو کلام الله متعال سند است. 300 سال تمام شد، نه کمتر نه بیشتر. به حساب شمسی 300 سال، به حساب قمری 309 سال. قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله آگاهتر است با آنچه که اینها ماندن، که چند سال ماندن. له غیب السماوات والارض. چرا که الله از آن اوست غیب و آنچه که پنهان است در آسمان ها و زمین. هر چیزی که در آسمان و زمین از شما پنهان است برای الله متعال آشکار است. عالم به غیب آسمان ها و زمین است. غیب هر آن چیزی است که از ما پنهانه، از گذشته و حال و آینده. علم غیب مال تنها آینده نیست، مال گذشته هم هست. الله متعال عالم به غیب است. یعنی چی؟ هر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و هر آنچه که الان اتفاق میفته و هر آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد را میداند. این یعنی علم غیب. و آنچه که نیست اگر باشد چگونه میبود، اگر میبود چگونه میبود هم بخش دیگری است. همه اینها را الله متعال میداند. له غیب السماوات والارض. و غیر از الله متعال این صفت رو هیچ انسانی نداره، هیچ مخلوقی نداره، نه هیچ ملکی، نه هیچ پیامبری و نه هیچ امامی و نه هیچ ولی از اولیای خدا این علم غیب مطلق رو نداره. قل لا اعلم الغیب. بگو ای پیغمبر من غیب نمیدونم. در سوره انعام آیه 51. الله متعال همچنین فرمود در آیه 59 انعام: و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای غیب الله تعالی نزد اوست، غیر از او کسی غیب نمیداند. در آیه 65 سوره نمل باز هم فرمود: قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو هیچ کسی در آسمان ها و زمین غیب نمیداند به جز الله تعالی. آنچه که احیانا برخی از پیامبران درباره امور غیبی بیان میکردند به وحی الله متعال بود. از پیش خود این علم لدنی رو نداشتن، این علم رو نداشتن که خودشون واقف باشن به گذشته و حال و آینده، بلکه یک موارد خاصی از غیب از طریق وحی بر اونها گفته میشد و فقط همون مورد خاص رو میدانستن، در همون چارچوبی که به اونها گفته شده بود و رسیده بود با اون ابلاغ میکردن. ان اتبع الا ما یوحى الی. رسول علیه السلام و دیگر انبیا و غیر انبیا که اصلا غیب نمیدانند. و این موردی است که الله متعال میفرماید الله که غیب آسمان ها و زمین را میداند. قل الله اعلم بما لبثوا. الله وقتی که در قرآن میفرماید انقدر موندن، او آگاه است به آنچه که آنها ماندن. اگر کسی غیر از این روایتی داره روایتش رو اصلاح کنه. کلام الله متعال از همه چیز صادقتر است، چرا که له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع. ابصر به و اسمع. ابصر به این جزء افعال تعجب است در صیغه عربی. در ادبیات عرب ما فعل هایی داریم که برای تعجب استفاده میشه. ابصر به یعنی ما ابصره و اسمع باب عطف و اسمع به ما اسمع، اینطوری ترجمه میشه. ابصر به و اسمع چقدر بیناست و چقدر شنواست الله متعال. چقدر بیناست و چقدر شنواست. ما لهم من دونه من ولی. نیست برای آنها به غیر الله تعالی هیچ ولی. ولا یشرک فی حکمه احدا. و شریک نمی سازد در حکم خودش هیچ کسی رو. ما لهم من دونه من ولی. نیست برای انسان ها به غیر از الله متعال هیچ کارسازی، هیچ یاور و نصرت دهنده ای ندارن که بتونه اونها رو در مصیبت ها کمک کنه به جز الله. ولا یشرک فی حکمه احدا. و الله متعال در حکمش، در امرش، در تصرفش در کائنات، در ملک و پادشاهیش هیچ کسی رو شریک نکرده. ولا یشرک فی حکمه احد. نه اختیار زمین رو به کسی داده، نه اختیار زمان رو به کسی داده و نه اختیار شفا دادن و بچه دادن و رزق و روزی دادن رو به کسی داده. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. این آیه
هم علم غیب مطلق الله متعال رو ثابت میکنه، هم قدرت و تصرفش و هم وحدانیتش رو در علم غیب و در قدرت و تصرفش و در حکمش. ولا یشرک فی حکمه احدا، هیچ کسی در حکم الله تعالی با او شریک نیست. هر که گونه است وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کن بر آنها ما آنچه که اوحی الیک وحی شده به سوی تو ای پیامبر من، من کتاب ربک از کتاب پروردگارت قرآن کریم. بخوان برای اونها آیات قرآن رو. لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیلی برای تبدیل کننده وجود نداره برای کلام الله متعال. کلام الله متعال حق است، نه گذشت تاریخ، نه پیشرفت علوم، نه اکتشافات بشر و نه قرنهای پیش رو، هیچ کدوم نمیتونن کلام الله متعال رو خلافش رو ثابت کنن. کلام الله متعال حق است و تغییر ناپذیر است. ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز نمیابی ای پیامبر من، ای مخاطب قرآن، ای مؤمن، ولن تجد من دونه، نمیابی به غیر از الله با عظمت ملتحدا. ملتحدا از لحد گرفته میشه. لحد در قبر، یک گوشه ای از قبر رو که سمت قبله است میکنن، در حفره داخل قبر باز یک گوشه سمت قبله کنده میشه که جنازه اونجا گذاشته میشه. اون رو بهش میگن لحد، یعنی یک گوشه رفتن، یعنی کناره گرفتن. الحادم از همین کلمه گرفته میشه. الحاد یعنی کناره گرفتن از مسیر حق و اتباع الله متعال. ملتحدا جایی که انسان بره کناره بگیره، خودش رو نجات بده، پناهگاه. ولن تجد من دونه ملتحدا، هرگز هیچ مأوا و سرپناهی به غیر از الله متعال نخواهی یافت. لا ملجأ من الله الا الیه. این آیه رو ما در سوره توبه داریم. لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهگاهی در برابر الله جز خود ذات الله نیست. وقتی که بخواد عذابی بفرسته برای قومی، هیچ کسی جلوگیر عذاب او نیست جز خودش. لا ملجأ من الله الا الیه ولن تجد من دونه ملتحدا. وقتی عذاب میاد، انسان تازه به ضعف بشر و به حقارت خودش پی میبره که چقدر ما ضعیفیم. زلزله‌ای وقتی میاد و انسان تصاویری رو که بعد از زلزله پخش میشه از دوربین هایی که ثبت کردن و فریاد و پریشانی کسانی که در زیر آوارها دفن میشن رو میبینه، مو به تن انسان سیخ میشه. وقتی انسان میبینه که زلزله‌ای در اعماق دریا میلیون ها تن آب رو با سرعت عجیب و سرسام‌آوری به ساحل میکوبه و همه رو در جلوی چشم حکومت‌ها و قدرت‌هایی که به اون مینازیم دفن میکنه و غرق میکنه و کسی نیست که این بیچاره ها رو در آب نجات بده، انسان میترسه به والله و انسان اشک بر چشمانش جاری میشه از عظمت و قدرت الله متعال و حقارت و ضعف خودش. ولن تجد من دونه ملتحدا، به غیر از الله متعال هیچ کسی سرپناه شما نیست و هیچ کسی نمیتونه به شما کمک بکنه و هیچ کسی نیست که به درد شما بخوره. پس به فکر این باشید که به الله متعال نزدیک بشید. به فکر این باشید که رابطتون رو با الله متعال خوب کنید. چند روزی که در دنیا هستید رو قدر بدونید. بدونید کجا میرید، با کی میشینید، با کی نشست و برخاست دارید، زندگی شما چگونه میگذره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. و استقامت کن، صبر کن، تحمل کن. واصبر نفسك، نگه دار نفست رو. واصبر، نگه دار نفسک، نفست رو نگه دار، کنترلش کن، نگذار به جایی برسه که بلا سرت بیاد. واصبر نفسک، کجا کنترلش کنم خدایا؟ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، نگه دار نفست رو، کنترلش کن با کسانی که، به همراه کسانی که یدعون، میخوانند پروردگارشون رو، بالغدات، صبحگاه، و العشی، شب، شامگاه، عشا، عشی، هم از یک مثلا، و
بالغداة والعشی، کسانی که صبح و شب به ذکر الله متعال مشغولن، به یاد الله متعال، به عبادت الله متعال، همنشین اونها باش. کسانی که از این ذکر و عبادتشون در صبح و شب جز رضای الله متعال چیز دیگری نمیخوان. یریدون وجهه، فقط اینها اراده دارن و میخواهن وجهه، فقط خالصانه الله متعال رو به سوی الله متعال رو میکنن. اینها فقط یک چیز میخوان، اون هم به سوی الله متعال رفتن و رضایت او. بشین تحمل کن با کسانی که اهل دلن، اهل عبادتن، اهل ذکر خالصانه هستن، عبادت خالصانه، عبادتی که به خاطر الله است فقط و در مسیر اتباع از رسول علیه السلام. محفل یاد الله، محفل درس قرآن، محفلی که در او عبادت میشه بر منهج صحیح و طریقه صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. این آیه خطابش به رسول الله است. واصبر، صیغه مفرد به کار رفته، امر مفرد، مخاطب خود شخص نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که به ایشون امر میشه که همراه با کسانی بنشینه که صالحن، مخلصن، فقط به خاطر الله متعال عبادت میکنن، ما به طریق اولا باید این کار رو بکنیم. همنشین تو به باید، همنشین خوب با کسی انسان باید بشینه تا بتونه از او استفاده بکنه. ولا تعد عینک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا. اینطور نشه که ولا تعد عینک عنهم، اینطور نشه که چشمان تو برگردن، ولا تعد برگردن عیناک چشمانت عنهم از اونها، به این خاطر که ترید و میخوای زینة الحیاة الدنیا، زینت و متاع زندگی دنیا رو. اینطور نشه که به خاطر مال دنیا ای پیغمبر من تو کسانی رو که مال دنیا ندارن، فقیرند و مسکینند، اما ذکر الله متعال رو مشغولن، اما دلشون به الله وصل، اینها رو ترک بکنیم. این آیه در زمانی که مشرکین مکه از رسول علیه السلام خواستن که تو کسانی دور بر تو گرفتن کم فقرا و مساکینن، عمار، سمیه، یاسر، بلال، خباب، اینا همه فقراان، همه مساکینن، برده های آزاد شده ای هستن، چیزی نداره. اینها رو دور کن، در شأن ما نیست که با اینها بشینیم. اینها رو دور کن، ما میایم باید میشینیم، ما اشراف قریشیم، ما بزرگانی هستیم، ما با تو میشینیم. اون موقع اگر اینها رو از دور راندیم و میایم پیشت، ما در جمعی که این فقیر و مسکین و بیچاره بشینن ما نمیشینیم. هستن امروز کسانی به مانند ابو جهل و ابو لهب که همچین حرفهایی میزنن در محفلی که یک خادم دین، یک دانشجوی علوم اسلامی، غیر از علوم اسلامی، کسی که میخواد به دینش خدمت بکنه، هر رشته‌ای، هر کسی که میخواد خادم دین باشه، اما فقط به خاطر اینکه به دینش خدمت کنه ذکر الله رو انجام میده، عبادت میکنه، انسان صالحی هست اما فقیره، اما دستش بنده، اما ثروت نداره. اگر محفلی گرفته بشه شاید برخی از ثروتمندان مغرور که حکایت داستان بعدی سوره کهف درباره اونهاست نمیان. تا اینها باشن ما نمیایم، کسر شأن داره برای ما. ولا تعدو عینک عنهم، ای پیغمبر من چشم بر نداری از اینها، به خاطر اینکه به دنبال زینت دنیا باشیم. اینها جواهرن. ولا تعدو عینک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا، به خاطر مال دنیا چشم بر نداری از کسانی که یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، کسانی که صبحگاه و شامگاه به ذکر الله متعال مشغولن، کسانی که در راه دین مشغول عبادتن، کسانی که صالحن، پسر صالحی است، دختر صالحی است، مرد و زن صالحی هستن، گرچه فقیرن، گرچه دستشون بنده، گرچه ثروت ندارن، گرچه شاید لباس تنشون بسته داره، گرچه شاید هیچ وقت نتونستن سواری داشته باشن، گرچه در تأمین امرار معاش زندگی خودشون موندن، بدهکارن، گرچه شاید کسی اونها رو حساب نکنه آدمی، اما پیش الله متعال انقدر عزیزن که پیامبرش رو امر میکنه بشین با اینها. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، اینها جواهرن. ولا تعد عینک عنهم
ترید زینت الحیات دنیا. چشم از اینا بر نداری پیغمبران، به خاطری که به دنبال مال دنیا باشی، به دنبال ثروت باشی، به دنبال چیزی باشی که منفعتی داشته باشه برات. منفعت اینجاست، ثروت اینجاست. اینها جواهرات هستند. اگر میخوای جواهر کسب بکنی، اگر میخوای زینت پیدا بکنی، برو بر بین مجالس علما بشین، برو با کسانی بشین که اهل دینن، برو با کسانی بنشین که اهل خیرن، برو با صالحان باش، برو با خوبان باش. ولا تعدو عینک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و اطاعت نکن از اون کسانی که من الله با عظمت غافل ساختم اونها رو. اغفلنا، من الله با عظمت غافل ساختم اونها رو، قلبه و قلب اونها رو، عن ذکرنا، از ذکر خود، از ذکر من الله با عظمت قلب اونها رو غافل ساختم. و این گونه شد که اونها و تبع هواه، و به دنبال هوا و هوس خودش رفت. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. نرو به دنبال کسانی که، نشین با کسانی که، اطاعت نکن از کسانی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، قلبش بیاد من الله با عظمت نیست، عبادت نمیکنه، غافل از یاد من. و تبع هوا، غفلت قلب، ذکر نکردن سبب شده که متبع هوا و هوسش باشه، هر کاری دلش میخواد انجام میده. و کان امره فرطا، اون کسانی که بوده زندگیشون در افراط و تفرید، کسانی که اهل تفریطن، کوتاهی دارن در عبادت الله متعال، یا اهل افراطن، از حد مرزها، خط سرخها گذاشتن. پیرو این آدما نباش، پیرو کسی نباش که در دینش سسته، از اینا پیروی نکن. افسار زندگیت رو به دست اینها نده. در گروهی داخل نشو که رأس اون گروه انسانیه که سسته، انسانی است که پایبند دین نیست. در مجموعه رهبری انتخاب نکن که اون رهبر به دردت نمیخوره. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اغفلنا قلبه عن ذکرنا، غافل ساختم من الله با عظمت قلب اونها رو از ذکر خودم. نفهمود لسانه قلبه. ذکر اگه وقتی که هر کی اسم ذکر میاد یاد زبان میافتیم، ذکر با زبان انجام میشه، اما الله متعال میفهمد قلبه، اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ذکر حقیقی جاش قلبه. خیلی ها تسبیح به دست دارن، میگن سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، صدها بارم میگن، اما قلبشون ذکر نمیکنه، فقط زبانشون داره تکون میخوره. این ذکر از زبان به قلب نمیره. یعنی چی؟ نمیفهمن معناش رو، درک نمیکنن، تصور نمیکنن، عظمت الله متعال رو درک نکردن، نفهمیدن. طرف داره ذکر میکنه، ذکرم میکنه، تلاوت هم میکنه، اما حرام میخوره، اما دروغ میگه، اما دستش دست بزن داره، اما انسان بد اخلاقی است. اما چرا تاثیر نمیکنه؟ چرا؟ چون این قلبش غافله، این قلبش مرده، این قلبش ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. این قلب خیلی وقته که مرده. ذکر باید، اگر لسان ذاکر هست، قبل اللسان باید قلب انسان ذاکر باشه. قلب باید بدونه که چی میخونه، درک بکنه، بفهمه معنا رو. به همین خاطر الله متعال اشاره به قلب میکنه. قلب باید زنده باشه. این قلبه که ذکر میکنه. ذکری که از قلب برمیاد و زبان بر زبان جاری میشه، این تاثیرگذاره. این ذکر که انسان رو عوض میکنه، این ذکر که انسان رو از ابتلای به هوا و هوس نگه میداره. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. کسی که اهل افراط و تفریطه، اهل اسراف، اهل تبذیره، این انسان رو پیروی نکن، باش نشین. انسان اصلا شایستگی نداره، لیاقتش رو نداره که باش بشینی. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و بگو حق از جانب الله تعالی است. آقا دنبال حقی، میخوای به حق برسی، اگر دنبال تو واقعا پیرو حقی، پوینده حقی، جستجوگر حقی، و قل الحق من ربکم، حق از جانب الله تعالی است. حق قرآن، حق پیامبر اکرم علیه السلام، حق پیامبران الهی هستند، حق دعوت توحیدی است، حق ایمان به الله
ایمان به پیامبران، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به روز قیامت و ایمان به قضا و قدر الهی است. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که میخواد ایمان بیاره و هر کسی که نمیخواد پس هر کسی که شاء خواست فلیؤمن، پس ایمان بیاره. و من شاء، هر کسی هم که میخواد فلیکفر، کافر بشه. ایمان اجباری نیست. لا اکراه فی الدین، اکراهی در قبول دین نیست. ما کسی رو مجبور میکنیم افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین؟ آیا تو مردم رو به زور میخوای مجبور بکنی مؤمن بشن؟ نه. قبول یا عدم قبول ایمان اختیاری است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواد قبول بکنه ایمان بیاره مسلمان بشه، کسی نمیخواد نشه. اسلام هیچ کسی رو مجبور نمیکنه که مسلمان بشه، ولو اینکه در تحت حکومت اسلامی و در داخل سرزمین های اسلامی زندگی بکنه، مجبورش نمیکنه مسلمان بشه. اما کسی نیاد بگه که لکم دینکم ولی دین، مسلمونی نیاد دیگه به مسلمون دیگه بگه حق نداری امر معروف و نهی از منکر بکنی، من نمیخوام، آزاد. لا اکراه فی الدین اجبار نیست. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی قبول الدین، در قبول دین اجباری نیست. اما وقتی کسی مسلمان شد دیگه باید پایبند باشه. دیگه اگر پا رو کج گذاشت مسلمان های دیگه بهش تذکر میدن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. بله، در داخل دین اجبار هست. باید نماز بخونه، اختیاری نیست. باید روزه بگیره، اختیاری نیست. باید زکات پرداخت کنه، اختیاری نیست. باید پایبند باشه به قوانین اسلامی، اختیاری نیست. آقا شما آزادی، میخوای در این شرکت ثبت نام بکنی، کارمند این شرکت باشی یا نباشی، از آزادی، کسی مجبورت نمیکنه بیا کارمند این شرکت باشی. اما وقتی کارمند شرکت شدی دیگه مجبوری به قوانین شرکت پایبند باشی. اگر انتظار پاداش داری و حقوق داری آخر ماه، اگه میخوای مسلمان باشی یا نباشی آزادی. اما وقتی مسلمان شدی دیگه باید پایبند باشی به قانون اسلام، چون انتظار پاداش داری، چون ادعا میکنی که میخوای بری بهشت، چون میخوای که به عنوان مسلمان در جامعه مسلمانی از حقوق اسلامی برخوردار باشیم. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که میخواد بپذیر اسلام رو، هر کسی هم نمیخواد. ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. من الله با عظمت آماده کردم برای ظالمان آتشی که احاط بهم، احاطه میکنه، در بر میگیره اونها رو. سرادقها، سرادق در دوزخ دیوارهایی است. دوزخ یک مکان بسته است. دیوارها، سرادقها یعنی جدارها، دیوارهای دوزخ. سرادق در دوزخ دیوارهایی که به سمت سقف اومده، به مانند خیمگاه، از 4 طرف آتش گرفتن، احاطه کردن اهل دوزخ رو. کسی نمیتونه فرار بکنه. احاط بهم سرادقها. در داخل این آتش و عذاب و یستغیث یغاث بماء کالمهل یشوی الوجوه. اگر طلب یستغیث، طلب فریاد رسی کنن، طلب اغاثه کنن، یاری کنن، یغاث، فریاد رسی خواهند شد و فریاد اونها رسیده می شود. اینها اگر اونجا کمک طلب کنن، آب و غذا طلب کنن، یغاث، به اونها کمک خواهد شد، کمک می شوند. بماء، با آبی که کالمهل، به مانند فلز گداخته شده است. مهل فلز گداخته شده، مثل ذوب، وقتی ذوب میشه، فلز ذوب شده. آبی که به مانند فلز ذوب شده حرارت داره و رنگش و تیرگیش به مانند اونه. در جای دیگری ما در جاهای دیگری از قرآن کریم به مانند سوره رعد الله متعال میفرماید که اونها یسقى بماء صدید، ماء صدید به اونها داده میشه. این آبی که به اینها داده میشه، این آبی است که از بدن مشرکین و کفار و جهنمیان بر اثر سوختن خارج میشه و یا شرمگاه اونها و میریزه در بستر دوزخ و این آب در حال حرکت هست. این آبی است که به اونها داده خواهد شد. یغاث بماء کالمهل، به مانند فلز گداخته شده حرارت داره. یشوی الوجوه، یشوی یعنی سرخ میکنه، کباب میکنه. مشوی به چیزی کباب شده میگن. یشوی الوجوه. این آب رو وقتی که میارن به سمت
صورت که بنوشن صورت اونها رو سرخ میکنه، میپزه، کباب میکنه، چه برسه بخورنش. این رو هنوز نخوردن، این رو اگر بخوان بخورن با اونها چه خواهد کرد؟ یشوی الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا. چه بد نوشیدنی است. بئس بد است، خیلی نوشیدنی بدیه. و ساءت مرتفقا، و چه بد جایگاهی است. مرتفق از رفق گرفته میشه، به معنای جایی که انسان به دنبال آسایش اونجا، جای آرامشه، جایگاه. ساءت مرتفقا، چه بد جایگاهی است، جای آرامشی نیست اینجا، چه بد جایی رو انتخاب کردن برای خودشون اینها. اما نقطه مقابل کسانی که ایمان بیارن چه میشه حکایتشون؟ ان الذين آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، به شرط اینکه عمل صالح انجام بدن. تنها مجرد ایمان کافی نیست. هر جا که نگاه کنیم در قرآن کریم، آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. کسانی که ایمان آوردن و عمل کردن به آنچه که ایمان به اونها دستور داد و دینشون. ان من الله با عظمت لا نضیع، من ضایع نمیگردانم اجر من احسن عملا، اجر اون کسی که به بهترین وجه عمل کرده. ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن. من الله با عظمت ان لا نضيع اجر من احسن عملا، من الله با عظمت ضایع نمی کنم اجر کسی که خوب کار میکنه. تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابان نت دهد باز. وقتی که انسان کار خوب میکنه، عبادت میکنه، کار نیک انجام میده، کار خیر انجام میده و نیتش الله تعالی است، ولو اینکه دیگران نبینن، ولو اینکه دیگران قدر تو رو ندونن، کاری کردی به خاطر الله، تلاش کردی به خاطر الله، زحمت کشیدی به خاطر الله، یریدون وجه الله، فقط به خاطر الله متعال این کارو کردی، اما از تو تقدیر نشد، اما تقدیرنامه رو به کسی دیگری دادن، اما از مزایا کسی دیگری برخوردار شد، اما فلانی پول گرفت، اما فلانی مشهور شد، اما فلانی صاحب خونه و جاه شد. تو نیتت این نبود. اونها با تو بودن، به نام خودشون زدن و بردن، مهم نیست. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اگر دیگران تحقیرت کردن، توهینت کردن، بی احترامی بهت کردن، هر کاری کردی، شما کار انجام دادی به خاطر الله، ناراحت نباش. تا وقتی به خاطر الله کار میکنی هیچ قصه نخور، نه بترس، نه ناراحت شو، نه نگران باش که عمرت رو بیهوده صرف کردی، ولو اینکه ظاهرا هیچ چیزی گیرت نیومده باشه. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. پیش الله پرونده های تو محفوظه، تمام فیلم زندگی تو رو ثبت کرده و همه اینها رو قدر میدونه و میدونه که چه کردی و میدونه که چه موقع به فریادت برسه و تو رو تنها نمیگذاره. تو کارت رو بکن، منتظر این اونم نباش، نه منتظر پاداش از این باش، نه منتظر تمجید و تعریف اون باش، نه از تحقیر و توهین و اهانت این و اون ناراحت شو. به خاطر الله کار کن، پاداشش رو پیدا میکنه، حتما پیدا میکنه. این وعده الله تعالی است، به تو وعده داده و وعدش رو عملی خواهد کرد. و من استق من الله قیلا و من استق من الله حدیثا. از الله کی راستگوتره، کی در گفتار از الله متعال بهتره. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. تا وقتی به خاطر الله متعال کار میکنی اصلا ناراحت نباش، نگران نباش، کارتو انجام بده، سرتو بالا بگیر، مسیرتو پیش برو، نگران هیچ که نباش، چشم داشتی از هیچ کم نداشته باش که همه چی رو الله متعال میدونه. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. الله متعال چی بهت آماده کرده، میدونی برای تو چی آماده کرده. تویی که به خاطر الله کار میکنی میدونی که چی در انتظار توه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمیدونه که چه خنکای چشمی برای اینها مخفی شده و آماده است تا به مجرد اینکه سرت رو بگذاری از این دنیا بری داخل میشی به اون آسایش، به اون آرامش. بخشیش رو الله متعال اینجا ذکر میکنم. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. من الله با عظمت ضایع نمیکنم اجر و پاداش کسی که نیکی میکنه. اولئک لهم، اینها همون کسانی هستند که برای اونهاست. اولئک، این کسانی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، لهم، برای اونهاست جنات و عدن،
باغ‌هایی پر از نعمت و جاودانه، عدن جاودانه، تجری من تحتهم الانهار، که از زیر کاخهای آن باغ‌ها و این بهشتیان چشمه ها، نهرها جاری است. تجری جاری است، من تحتهم از زیر قصرها و کاخهای اونها، الانهار نهرها جاری است. یحلون فیها، اونجا یحلون از حلی گرفته میشه، یعنی جواهرات. یحلون پوشانده میشوند با جواهرات، جواهرات رو به اونها میپوشانند. فیها در این باغها و در داخل بهشت و جنت، من اساور از دستبندها، اساور جمع سوار یعنی دستبنده، اساور دستبندهایی از، من ذهب از طلا. اینها یحلون فیها من اساور من ذهب، اینها رو میارن و اونها رو طلا میپوشانند. نفرمود که خودشون میپوشند، یحلون فیها به اونها میپوشانند. اینها کاخنشینانند، اینها کاخنشینان واقعی هستند که اینها در جنت میان و مستخدمین و خدم و حشم اونها میان و دستهای اینها رو میگیرن و جواهرات رو به دستهای اینها وصل میکنن و اینها رو تکریم میکنن. این نعمت الله تعالی است. اونجا دیگه نباید زحمت بکشن. اون دستهایی که در راه دین پینه بسته بود، اونجا باید قدر این دستها دونسته بشه. این دستی که به خاطر دین دست بند خورده بود، این دستی که به خاطر دین بسته شده بود با تنابها، این دستی که به خاطر دین شکسته شده بود، این دستی که به خاطر دین تاول زده بود، این دستی که به خاطر دین زحمت کشیده بود، این دست اونجا خیلی ارزش داره. یحلون فیها من اساور من ذهب، این دست با طلا اینجا زینت داده میشه در بهشت. در بهشت این دست الله متعال میدونه که این دست چه کار کرده بود. ان لا نضیع اجر من احسن عملا، من الله با عظمت اجر و پاداش کسی رو ضایع نمیکنم. کسی که در راه دین زحمت میکشه، کسی که عرق میریزه، اون سری که، اون پیشانی که، اون چشمی که اشک ریخته، اونجا از اونها تقدیر میشه. پایی که در راه دین عرق ریخته و زحمت کشیده و خسته شده، بدنی، زبانی، گوشی، هر عضوی از بدن، هر قسمتی از وجود انسان که زحمت کشیده برای رضایت خالق خودش، اونجا مورد اکرام قرار میگیره. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون واللباس میپوشند، ويلبسون میپوشند ثيابا پوشاکی، لباسی، خضرا سبز رنگ، حتی رنگش رو هم انتخاب کرد الله تعالی برای اینها. من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک، من سندس و استبرق. سندس ابریشم نازک و لطیف و استبرق ابریشم زخیم و براق. متکئین فیها یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، می پوشند لباس های سبز رنگ از ابریشم های گوناگون به تن اونها خواهد شد. متکئین فیها علی الارائک، تکیه زده در جنت بر تخت ها. اونجا دیگه باید استراحت کنن. کسانی که در این دنیا آرامش نداشتن، استراحت نداشتن، فرصت تکیه کردن نداشتن، کسانی که برای الله متعال، برای ربشون سربازان خوبی بودن، اونجا از اونها تجلیل خواهد شد. طلا به دست اونها خواهند کرد و جواهرات و لباسهای فاخر بر تن اونها خواهند کرد و از اونها تمجید خواهد شد و تقدیر. و متکئین فیها علی الارائک، و باید بشینن، تکیه بزنن در اون باغ و در اون نعمت و در اون جنت. اونجا پایان غمهای دنیاست، اونجا پایان غصه ها و تهدید هاست، اونجا دیگه دشمنی دستش
به این مؤمن نمیرسه. اونجا نه گرسنگی است و نه تشنگی و نه غم و اندوهی است. اونجا دیگه انسان چشمش خنک میشه وقتی که میبینه مستضعفین و فقرا، مظلومین و مساکینی که به خاطر دینشون کشته میشدن و به اونها دست دراز میشد و تعدی میشد و ناموس اونها مورد بی احترامی قرار میگرفت، چگونه اون روز خوشحالند و فرحت و شادی وجود اونها رو در بر گرفته. این صحنه صحنه عظیمی است و این صحنه صحنه عجیبی است. نعم الثواب و حسنت مرتفقا. نعم الثواب، چه خوش پاداشی است، و حسنت مرتفقا، و چه سرانجام نیکویی است، چه جایگاه خوبی است. جنت الله متعال، بهشت الله متعال، اونجایی است که انسان میتونه که معبودش رو ببینه و پروردگاری که در این دنیا با اون نجوا میکرد و در خلوتش او رو به فریاد میخواند و با تمام وجود او رو احساس میکرد، اونجا او رو خواهد دید. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، چهره های شادمان و افروخته از شادی و طراوت به سوی پروردگارشان نظارگر خواهند بود. این اون پاداشی است که ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تو مؤمن باش، عمل صالح انجام بده، الله متعال هیچ وقت ضایع نمیکنه تو رو. صبر کن، فقط استقامت کن. کافیه سرت رو بگذاری بر بستر مرگ و از این دنیا بری. مرگ برای مؤمن آغاز سعادت و خوشبختی است. مرگ برای انسان مؤمن پایان کار نیست، بلکه تازه آغاز کاره و پایان غم هاست و غصه هاست. و الله متعال برای بندگانش نعمت ها آماده کرده که نه چشم او رو دیده و نه گوشی تعریف او رو شنیده و نه در قلب کسی خطور کرده. آنچه که الله متعال میفرماید فقط به خاطر تقارب اون حقیقت است در اذهان ما و شوق و تشویق ایجاد کردن. از الله متعال میخوایم که ما رو هم جز این افرادی بگرداند که این گونه یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا. اجازه بدید تلاوت. الله متعال در ادامه سوره مبارکه کهف بعد از اینکه اشاره فرمود به موضوع بسیار مهمی که اشاره داشت به همراهی با صالحان و نیکان و خوبان و اینکه انسان باید ملازم اونها باشه و بدونه که همراه و همنشینش کیست و حق و حقیقت رو پیروی بکنه و اشاره فرمود به سرانجام پیروان حق و منکران حق. در ادامه داستان دیگری رو ذکر می‌فرماید. در آغاز سوره مبارکه کهف اشاره کردیم خدمت شما عزیزان که در این سوره الله متعال داستان‌هایی رو ذکر می‌کنه که هر کدام برای ما درس‌ها دارند. داستان اصحاب کهف و آنچه که مرتبط بود به او، بعد از او داستان دیگری باز که خیلی در زندگی ما به همه انسان‌ها مشاهده میشه و پررنگه. حکایت غرور و تکبر ثروتمندان و اون اهانت‌ها و تحقیرهایی که نسبت به فقرا و مستمندان و زیر دستیانشون روا می‌دارن. حکایت مرفهان بی درد و دردمندان با هدف. حکایت مسلمانان معتقد مؤمن و فقیر اما غنی نزد الله متعال و بیدینان به ظاهر دیندار و غنی اما فقیر نزد الله متعال. در ادامه الله متعال برای ما مثال میزنه و حکایتی رو ذکر میکنه که درس ها داره برای ما. واضرب لهم مثل الرجلین، بزن براشون، واضرب یعنی بزن، لهم براشون مثلا مثالی بزن. رجلین، دو نفر، دو تا مرد، جعلنا لأحدهما، که من الله با عظمت برای یکی از اونها قرار داده بودم، جنتین، دو تا باغ، من اعنب، از انگور، باغهایی که انگور داشت، و حففناهما،
من الله با عظمت احاطه کرده بودم این دوتا باغ رو به نخل، با درختان خرما، و جعلنا قرار داده بودم بینهما زرعا، بین این دوتا باغ هم در فضای خالیشون کشت. دو نفر. الله متعال برای ما داستانی رو اینجا آغاز می‌فرماید که شاید نتونیم در این برنامه به همراه شما تکمیلش کنیم. ما هم آغازش میکنیم، تکمیلش در برنامه بعد. دو نفرن. یکی الله متعال می‌فرماید من بهش دو تا باغ داده بودم، باغ‌های بزرگی از انگور که 4 طرف این باغ انگور رو درختان خرما فرا گرفته و در بین این تاکستان انگور کشت‌های دیگری هم هست. 2 تا باغ با این وضعیت. نام اینها رو هم ذکر نمی‌کنه الله متعال. عجیبه که در بین اصحاب کهف هم نه نام اونها ذکر شد، نه سرزمینشون ذکر شد، و نه اینکه اینها از کدام قوم بودن، کجا رفتن. فقط کارشون برامون مهم بود. اون درس هایی که در سنت الله متعال وجود داشت برای ما مهم بود. اینجا هم رجلین، 2 نفرن. کیان این 2 نفر؟ ما نمیدونیم. کجا بودن این 2 نفر؟ ما نمیدونیم. چطور بودن این 2 نفر؟ این مهمه. کی بودن، کجا بودن مهم نیست. مهم اینه که الله متعال میفرماید 2 نفر بودن که این 2 نفر، مثال این 2 نفر الان هم برای ما مصداق‌های خیلی زیادی داره. من و توی بیننده هم میتونیم یکی از این 2 نفر باشیم. یکی از این 2 نفر میتونیم باشیم. حالا ببینیم که ما در کجای این حکایت و مثال قرار میگیریم. هر مثالی که زده میشه در قرآن کریم، الله متعال در قالب این مثال برای ما درس ها داره. میخواد درس هایی رو به ما بفهمونه، بیان بکنه، حکایت هایی رو، تا ما از او عبرت بگیریم. 2 نفرن. یکی 2 تا باغ داره و انگور داخلش، دورش هم خرماست. انگور خودش سرمایه است، خرما سرمایه است، و کشت هم دارن. کلتا الجنتین آتت اکلها. هر دو این باغ ها، هر 2 تا باغ، کلتا الجنتین یعنی هر دو این باغ ها، آتت اکلها، هر کدوم از اینها به تنهایی میده میواش. آتت اکل یعنی ثمرات، میوه میده به خوبی. ولم تظلم منه شیئا، هیچ کوتاهی هم نمیکنه. لم تظلم، ظلم نمیکنه. ظلم کردن کوتاهی کردن، نادیده گرفتن حق. از حقشون هم هیچ کوتاهی نمیکنن. حق میوه رو اونجوری که باید ادا میکنن. ولم تظلم منه، از این اکل شیئا. در میوه دادن هم هیچ کوتاهی ندارن. درختانی هستن، انگور، تاکستان انگوری داره و درختان خرما و کشت، و همشون هم به بهترین وجه ممکن ثمر میدن. و فجرنا خلالهما نهرا، و من الله با عظمت جاری کردم خلال این 2 تا، در بین این 2 تا باغ، نهرا، یک نهر بسیار بزرگه. هم داستان از اینجا شروع میشه. فیلم دومی. یک فیلم قبل از این داشتیم. الله متعال ما رو بعد از اینکه حکایت اصحاب کهف رو و غار اصحاب کهف رو برای ما و دروسش بیان فرمود و ما رو برد به آسمان، به جنت و بهشت، دوباره ما رو بازگردوند روی زمین و الان دوباره یک درس دیگه است. درسی از 2 نفر. باغی است. شما فکر کنید این دوربین الان داره میره روی این باغ. اولین چیزی که در این باغ ما ببینیم انگورها هستن. انگورهای بسیار خوشمزه و رسیده، و همینطور که این دوربین حرکت میکنیم انگورها رو نشون میده، میبینیم که این طرف درختان خرمایی هست که آتت اکلها، بهترین خرماها رو دارن، خرماهای فاخر. ولم تظلم منه شیئا،
نه این درختان خرما در خرماهاشون کوتاهی کردن، نه این انگورها در تاک انگور در انگورهاشون. و جعلنا بینهما زرعا، کشت و کارم وسط هست، باغ‌های بزرگی هستن. حساب نکنید فکر کنید باقی که الان صحبت میشه الله متعال صحبت میفرمایند من بهش دادم، دیگه صحبت از 100 متر و 200 متر و 300 متر نیست. و فجرنا خلالهما نهرا، یک نهر درست حسابی هم رودخانه خوبی هم وسط این جاری است، وسط این دو تا باغ، از اون طرف میاد و از این طرف خارج میشه. یکی از مردان داستان این قسمت ما، این فیلم دومی سوره کهف ما، این آقا صاحب این باغه. این آقا الله متعال میفرماد دربارش در ادامه و کان له و بود برای اون، این کیه؟ مالک همین دو تا باغه. و کان له ثمر، این ثمر داشت، یعنی میوه داشت، میوه زیادی داشت، ثمر میداد باغش. یا اینکه دارایی‌های دیگه هم داشت غیر از این. به هر حال وضعش خوب بود آقا، به تعبیر خودمون تر. و کان له ثمرون، آقا ثروتمند بود. به تعبیر امروزی خودمون مایه‌دار بود، میلیاردر بود، آقا مرسدس سوار بود، تعبیرات امروزی خودم دیگه. آقا مدل ماشیناش آخرین مدل سال و فول آپشن. از اون طرف گوشیاش هم حساب بکنی اگه گوشی داشت، خب موقع نداشت. خب طبیعتاً گفتیم مثال وقتی ذکر میشه در قرآن کریم، این در قرآن کریم این داستان ها به خاطر نیست که ما یه سری اطلاعات تاریخی داشته باشیم بگیم خب این اتفاق افتاده. نه، چرا الله متعال اینها رو ذکر میکنن؟ اسمش هم نمیدونیم، کجا بوده نمیدونیم، حتی اسمشون هم نمیدونیم، جاشون هم نمیدونیم. به خاطر اینکه درسش مهمه، به خاطر اینکه اون کسی که الان باغ داره، ثروت داره، تجارت داره، کارخونه داره، سرمایه داره، بازار داره، پاساژ داره، کشتی داره، هواپیما داره، شرکت‌های خصوصی داره و این مدلیه. این مستاق الان این آقا، شما مخاطب عزیز، اگر الله تعالی به داده این نعمت‌ها رو، آیا تو مثل این آدم بودی و هستی یا نه؟ اگر مثل اینی وای به حالت، اگر مثل اینی وای به حالت، اگر نیستی خدا رو شکر کن، مثل دومی باش. این آقا رو و کان له ثمر، میلیارد، بعضیشون خیلی توپه، خیلی هم خوبه. فقال، گفتگو از اینجا شروع میشه، اولین دیالوگ داستان. فقال لصاحبه، یک همراهی هم داره این آقا، یک همراهی هم داره، به همراهش، حالا یا از قوم میشه یا از رفیقاشه یا بعدها همسایشه، یک همراهی داره. نفر دوم اینه، این نفر اول مالک این باغاست، نفر دوم. این گفتگو از اینجا شروع شد، صحنه فیلم از اینجا شروع میشه. کلمتان میفهمد اولین گفتگوی این داستان. فقال لصاحبه، گفت به رفیقش، و هو یحاوره، در حالی که این آقا داشت صحبت میکرد با رفیقش. یحاوره از محاوره گرفته میشه، یعنی گفتگو. در حالی که گفتگو میکرد گفت، چی گفت؟ انا، من، اکثر منک مالا، بیشترم از تو در مال، اکثر منک مالا، بیشترم از تو منک مالا در مال، و اعز نفرا، و با عزت تر هستم از تو در تعداد افرادم. الان یک کمی از صفات این آقا را الله متعال بر ما معرفی میکنه. به رفیقش گفت انا، من، این کلمه من یادتون باشه، این خیلی مهمه تو این داستان. من اکثر منک مالا، من بعضم خیلی بهتر از توه، و اعز نفرا، تا دلت هم بخواد نیرو دارم، اسکورت دارم، بادیگارد دارم، کارمند دارم، کارگر دارم. من با تو بشینم، من بعضم خیلی خوبه، من پول دارم، تجارت دارم، حساب بانکی دارم، شرکت دارم،
من اگه بخوام تو خاندان تو رو میخرم. این تو این داستان نیست، این مصداق‌های امروزیشه. مصداق‌های امروزیش انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. مال و نیرو و قدرت، پول، ثروت و نیرو و قدرت، فتنه مال و فتنه قدرت. این دومین حکایت اصحاب کهف است، سوره کهف است. اولیش فتنه دین بود، داستان اول اصحاب کهف، کسانی که در دینشون مبتلا شدن، دین داشتن نمیتونستن دیندار باشن، چه کار باید میکردن؟ جامعه قبول نمیکرد، جامعه کفری و شرکی بود. الله تعالی به ما یاد داد چه کار باید بکنیم. الان اینجا الله متعال خطاب قرار میده کسانی رو که الله تعالی اونها رو آزمایش میکنه با فتنه مال. به اونها مال داده، خوبم داده، خوب ثروت داده، ویلا داده، پول داده، قدرت داده. این کسایی که دور برش هستن پایین تر از اونن. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا نشان از این داره که نفر دومی خیلی پایین تره وضعش، شاید 1/100 این رو هم نداره. همینجا نگه داریم داستان. این داستان ادامه دارد و تازه شروع شده. داستان بسیار مهمی درباره ثروتمندا، پولدارا، تاجرا، بازاریا، دکاندارا، کارخونه دارا، کسانی که حساب بانکیشون از دستشون در رفت، یا حتی کسانی که وضعشون خیلی خوبه، فکر میکنن حالا برای خودم و چند نسل بچه هم اینا که دیگه وضعمون توپ. حتی مسلماناش، برای حتی مسلماناش قرآن برای مسلماناست، برای کافر که نیست. کافر که قرآن نمیخونه، کافر که قرآن نمیخونه. نگیم آقا مخاطب این آیات کافرها هستن، مخاطب این آیات اول مسلمان‌ها هستن. کافر اگر ایمان داشت که میمان مسلمان میشد. مخاطب این آیات مسلمان‌ها هستن. تاجران مسلمان امت ما، حکایتشون اینجا شروع میشه. یک داستانی است، مثالی است که انشاءالله در برنامه بعد اگر عمری باقی بود به همراه شما عزیزان در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. وقت برنامه اجازه نمیده که داستان رو تکمیل بکنیم و درس هایی است در این داستان که انشاءالله در برنامه بعد به اون خواهیم پرداخت. برز پوزش از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت خواهیم و همنشینی با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رو برای اونها و استقامت بر مسیر دین و توحید و رضایت الله متعال تا آخرین لحظه حیات رو برای خودمون و موت بر توحید و عقیده توحیدی و همنشینی با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رو از الله متعال برای خودمون تقاضا میکنیم و امیدواریم که الله متعال همه ما و شما و همه امت اسلامی رو در بهترین درجات در روز قیامت جای بده تا این نعمت‌هایی رو که برای ما توصیف کرد بتونیم با چشم سر ببینیم و تجربه کنیم. تشکر از همه عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن، احمد جان عزیز کارگردان، رفیع جان، فرید جان عزیز و منیر احمد عزیز که تلاش میکنن تا این ارتباط قرآنی بین ما و شما برقرار بشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله رو نگهدارش. أيا دارها حييت دارا ومن